از محورهای عظیم و بزرگ در دین شناخت پروردگار هست که ربمون را بشناسیم و ربمان را بدانیم، عظمت پروردگار را، بزرگی پروردگار را. و ما ذات یگانه را نمیتوانیم ذات پروردگار را بشناسیم. عقل ما به ذات الهی نمیرسه، به ذات یگانه، ولی از روی صفات خدا را باید بشناسیم. بعد هم عظمت صفات پروردگار را عقل ما نمیتونه درک کنه، ولی تا آنجایی که میتونه فکر ما، عقل ما با کمک نصوص، با کمک آیات، احادیث خدای عز و جل قابل شناخت هست، قابل دریافت هست از روی صفات و صفاتش. چه آنجایی که ما میتونیم فکر بکنیم میدانیم که ذات خدا چه اندازه عظیم هست، چه اندازه بزرگه. خدا را با این کارهایی که الله انجام داده، خلقی که کرده، با این کارها الله تعالی را میشه شناخت. و قرآن عظیم و شان با همین مسائل الله تعالی را معرفی. خدای عز و جل ذات یگانه خودش را با این کارها معرفی می کند که ببینید که خدا چه کارهایی کرده و چه چیزهایی را آفریده است. آفریدگار را نگاه کنید، همه زنده ها را خدا آفریده و تا حالا بشر نتوانست یک چیز را زنده بکنه. بشر با این پیشرفت، با این تکنولوژی و با این ترقی علمی هنوز نتوانسته یک مگسی را بیافریند، یک پشه درست بکنه، در او روح بدمه، در او حیات بدمه، چیزی را درست میکنن. این همه فرنده ها که درستشون میکنن، با موتور حرکت میکنن، با سوخت حرکت میکنن، ولی یک فرنده را، هواپیمایی را و یک عرض حضور شما چیزی را نتوانستن پهپاده را درست بکنن و در او روح بدمن، حیات بدمن و زنده بشه. افسوسه که خدا را با این عظمت، با این بزرگی بندگان نمی بینه. خیال میکنه از نگاه خدا مخفی میشه، خیال میکنند که خدا نمی بینه، خیال میکنند که خدا نمیدانه، خیال میکنند که خدا نمیشنود حرفهای ما را، حرفهای ناجایز ما را، حرفهای لغو و نامناسب ما را، در حالی که الله هر لحظه و هر آن همه چیز را میدانه، همه چیز را میبینه، همه چیز را که از باب شنوایش میشنوه و او مدیر هست، مدیر کاملی است، توانمند است که این جهان را اداره میکنه. به الله رجوع کنیم، بدونیم که الله میشنود، الله میدانه و الله از بندگان اجابت میکنه و انتظار داره الله تعالی از بندگان که او را اجابت کنند، شکر به جا بیاورند، شکر خدا را، سپاس خدا را به جا بیاورند و عمل بکنند به فرمان الهی. این خدا عزیزان من جایگاه این نیست که ما این خدا را نافرمانی بکنیم. خدا ذاتی نیست که نافرمانی او انجام بگیره. نافرمانی خیلی سخت، نافرمانی خدا، قانون خدا بشکنه، دستور خدا را نادیده بگیریم، این سخته. و انشاءالله نماز شکر بخوانید، سجده شکر به جا بیاورید، صدقات و شکرانه بدید در راه پروردگار و اینها سبب میشن که رحمت الله اضافه بشه. همه چیز را از خدا بدانیم.